لطفاً در حق هیچ کس دلسوزی نکن. کائنات میگه هر بار که در حق کسی دلسوزی میکنی، حاله و چاکرات آلوده میشن و دقیقاً همون اتفاق برای خودت رخ میده. تا حالا آدم موفق و ثروتمندی رو دیدی که دلسوز باشه؟ نه، چون دلسوزی اجازه نمیده که تو فراوانی رو دریافت کنی. یعنی درهای برکت و فراوانی رو به روی خودت میبندی. و هر بار که ناخواسته برای کسی دلسوزی میکنی، ارتعاشت به اندازه همون شخصی که براش دلسوزی میکنی میاد پایین و با اون هم فرکانس میشی. پس لطفاً در کار خدا دخالت نکن. هر کسی مسیر مخصوص خودش رو داره. هر روحی امتحانها و درسهای خودش رو داره. تو نمیتونی نجاتش بدی، چون اصلاً قرار نیست نجاتش بدی. تو فقط میتونی ناجی خودت باشی. وقتی حال خودتو خوب کنی، وقتی ارتعاشت بالا باشه، خود به خود نوری میشی برای دیگران. نه از سر دلسوزی، از سر قدرت. آدمها با دیدن تو یادشون میفته که خودشونم میتونن بلند شن. پس به جای این که بخوای بار کسی رو به دوش بکشی، بهش احترام بذار. به مسیرش، به دردش، به انتخاب روحش. و فقط دعا کن که به آگاهی برسه، نه به ترحم تو. برای بهترین های زندگیت بفرست و با ایمان بگو و تأکید کن: من به برنامه خدا اعتماد دارم.